خب دوستان، ما اینجا جمع شدیم تا با هم پروژه بزرگ جوب اقتدار رو افتتاح کنیم. جوب اقتدار که اسم با مسمایی هم داره، یک جوب 50,000 سانتی متریه که با دبی 500 لیتر در روز قادر آب بارون و آتش‌خال رو از محله کشتارگاه به محله کله بابا منتقل کنه. یعنی اگر ما الان اینجا توف کنیم، توف ما 10 دقیقه دیگه محله کله بابا میرسه. این پروژه هم یکی دیگه از خدمات آقای دکتره. آقای فرماندار بفرمایید. بسم الله، ربا رو ببرید. صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احداث بزرگترین مرکز خرید ایران، تفمال در شمال تهران، خدمتی دیگر برای قشر مستضعف جامعه با اشتغالزایی برای 235.5 از اقشار مستضعف در مشاغلی نظیر نگهبانی، تیکشی، حمالی و دستشویی. ایران مال، مگا مال و کوروش مال در برابر تفمال مالی نیستند. برندهای لاکچری جهان را در تفمال دنبال کنید. تفمال، مرکز خرید ایدئال. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی، بگو دیگه چی داری تهران.